خیلی از روزگاران قدیم دوتا بلشی وقتی دوتا توپون بلشیاشون آورده بودن صحرا بچرونن که ناگهان با هم دیگه روبرو میشن و درگیری و دعوای شدیدی رو میگیره که مجبور میشن گوسفندای خودشونو جدا کنن. او بابایی آمو ای پسر چی؟ بچه کجای انقدر شجای؟ نجه پاد تو بچه نجه با لحجت به شهرزا میخوره آمو. نه آمو ما بچه نجه پادی. من میوت تو نگفتم من این صف دارم اینجا ما وایس من نگفتم این صف دارم من میخوام بچرونم. نه دیگه قرار شد من بچرونم. نه من قرار شد بچرونم. نه ها از حالا که هم شد نست چی یعنی اصلا همون گوسپندامو قاطی میشن اینجا و دعوامو میشد من جداشو میکنم. چی جداشو میکنم؟ امیری به حضرت عباس و هم درم این چیخا تو مادر داد فرم کنم پشتت میکنم جوری میزنه بیرون. به به حضرت عباس من دارم بهت میگم بهشت میگم نه اون قاطی میشن. بیا تو جداشو کنیم تو هرچی گوسفنده خود دارم. یه بم نه یا جداشو اوی آمو اوی امیری گوسپنده ده بگی با گوسپنده خره چی اینا کار دنبال کنی؟ جفتگیری انجام میدن. نه همون جفتگیری اینجا لاپریم نه اینا که پر ندارن چی خری میذاریم بینشون؟ بیا من درستش میکنم. من اوسا قبلا نظری کار میکردم. علیه یک چوقی تو پشتت کنم که دیگه گوسپنده قایمدین بشوپانان مزی بین دو گوسفندان کشیدن و پسرم میتونم همیشه جداشون کنم، اما گوسفند الاغی در بین آنها وجود داشت که ناگهان اوه امیری امیری چطور شد با؟ فکر کنم گوسپندا تا چیزشو خول شد. اوه تو کله پنج مجموعت با بیا بریم یه جدید بسازیم که اینا نمیرن همون. من میگم بس اون سره نکنیم چوخ هشتیم سیم میذاریم که دیگه نمیرن. هرچی تو بعد از اینکه دو چوپان مزی بین گوسفندان کشیدن، گوسفندان به دیدار هم دیگه رفتن و یکی از اونا که کم مغز و کم عقل بود فکر بود میتونه از روی اینا بپله و رفت عقب بپله. من یه پرنده مهاجر سفرت سلامت اما اما ناگهان خال مادرش به هم دیگه پیلان شدن. اوی امیری فکر کنم به فنا رفتیم یا این یکی من خودی قاشق چی شده. من میگم عوضش کنیم طرفاً یه چیز دیگه دیوار میساسیم. براب دو قرانیه شام اومدیه خفه. اما گوسفندان را جدا کردن، یک دیوالی بل بین آنها کشیدن. گوسفندی فکر کرده بود که میتونه دیوار رو خراب کنه چون لیگ از اون میریخت. عقب رفت و ناگهان جلو آمد و خال مادرش و علاوش رو کشیدن. گوسفند دوم به همین ترتیب سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم دهم یازدهم و به همین ترتیب خراب شدن. آره امیری چی کار کنیم اینا هم خرم خرترن مردونه. یک آبداری خرن شغالا. اوه چه ضرب مسئله بعدی گفتیم. چی کار کنیم؟ من یه فکری دارم میخوای یه کار کنیم علامت بذاری. حاجی من راست میرم تو کج برو بریم. حله بره بریم. اوه امیری کجا واش رسیده ای؟ حالا قشنگ شد. حالا دیگه راحت بشی تا یه چای بخوریم. گوسفندا من گلگلی ام. خب گوسفندا من گفتم من گوسفندامو راست میکنم تو یه روز من یک گوسفند داشتم. خب واه اینا چقدر خر خوبن ها. خرکیف شدن. درسته گوسفندم ولی خرکیفن دا. حال دادش پس اون دوتا هم چه میکنن؟ امیری نکنید اینه یه ترفندی چیزی میخوام بزنم. هر اینا یه دشمنی خونی پیدا کردن. نه آمو دیوار بذاریم میکشن خودشونا، سیم بذاریم میکشن. چرا هم میگی داداشونا امیری
امیر اینا خونخوار شدن، اینا تیره ایسن. به نظر من بذار خودشونا بخورن بزنیم. اینه مونه این چشاش اومده است بالا، همون خار مادر چشه یه وری کرده است. میگم ما از بیا یه کار کنیم. من میگم بیا بریم تو کاری رمزارز کریپتو و ماینر. نه بیا بریم عرق بگیریم. امیری میگیرن تو خلامو میکنن چون دارمون میزن. جفتش خلاف است. نه همون ماینر یه کاریش مونه، همونم خلافه. بیا بریم اصلا ترید کردن یاد بگیریم. بیا بریم حالا یه چی بخوریم. تا بیا بریم یه سیرو بار بذاریم حالا.